نزدیک همون دنبیا گذارید دم سحریا که سحر هم میخیزه همون بویی که نفس میگیری سر آدم یک چرخ زدگی برای میشد انیقش. مردمی که در محله‌های آلوده شده زندگی میکنند از دهقانی دست کشیدند. با این گرد و غبار هیچ چیزی صحت پرورش کردن نمیتوانیم. اسدالله و امیلاش 5000 کیلومتر دور از هم زندگی میکنند ولی یک همسایه دارند. همسایه هم کنҳои маъдане که شرکت عظیم چینی زیجین استخراج میکند. در سربستان اکثرا میس و در تاجیکستان طلا. زیجین میگوید محیط زیست را آلوده نمیکند. حکومت‌های بلگراد و دوشنبه هم از سرمایه‌گذاری‌های چین خوشحالند. سربیا و تاجیکستان از طریق برنامه یک کمربند و یک راه چین به هم وصلند. طرح استراتژی رئیس جمهور شی جین پینگ که هدفش توسعه نفوذ چین در غرب است. پس از سالها خودداری دیارد اندیلیچ مهندسی بازنشسته از نزدیکی کان معدنی بار مالکیتش را به شرکتی چینی فروخت. برای کوچیدن از روستای استرالیا آماده می شود که تا حال آن را 200 خانواده ترک کردند. مردم ده طلب داشتند بر اساس برنامه مخصوص کوش داده شوند، چیزی که اصلا نشد. من کجا روم؟ من نمی توانم بار و بندم را گیرم و روم. چی کار کنم؟ شرافتم را فروشم؟ شرافت اجدادانم را فروشم؟ شرکت زیجین سال 2018 اکثری سهمیه‌های کان میس را از حکومت سربستان خرید. سال 2021 شرکت چینی به استخراج کان نوی معدنی سوکرو پیکی آغاز کرد. بعد خریدن کان و کارکرد معدن، شرکت زیجین تولیدات را بسیار زیاد کرد. از همه بیشتر 3 منبع حیاتی آلوده شده است: آب، هوا و زمین. زیجین میگوید برای حفظ محیط زیست و نظارت آلودگی 259 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است و مشکل اساسی یعنی آلودگی های دی اکسید سولفور از هوا را از بین برده است. ولی آلودگی های کیمیایی و روح هنوز هم ثبت می شود. آلودگی ها ذره های فلزات سنگین را دارند، در هوا می مانند و مردم بار هر روز آن را نفس می کشند. آن گونه که میبینی عزیزم بسیار بد. پیش دود را میدیدید، حالا نه، اما بوی بسیار بد دارد. بنا به آمارها شرکت‌های چینی سال 2024 فروشندگان اصلی سربستان بودند و در مجموع 1 میلیارد دلار فایده گرفتند. وقتی سلامتی نداری پول چی در کار است؟ با آنها اختیاری تام را دادند. شهری بار در اطراف کان معدن بنیاد شده است. هیچ کس مخالف استخراج نیست، اما استخراج اینجا غیر منطقی است. استخراج با سرعت ادامه دارد. معدن زیاد میگیرند، اما برای مردم محلی فایده ناچیز میگذارند. 7 هکتار از زمین میادرگ زیوکوویچ را 5 سال پیش گرفته به زیجین دادند. میگوید او را در 3 روز راندند و تا حال در دادگاه با شرکت چینی دعوا دارد. آن زمین منبع درآمد من بود. من همچنین تقریبا 200 یورو حق نفقه میگیرم. فقط همین. کسی گفته میتواند که چگونه با 200 یورو زندگی میکنید؟ در آن زمین خوراک چاروا داشتیم، چاروا پروریده میفروختیم. شرکت زیجین میگوید 98% زمین‌های اطراف استاتین را از مردم و با اختیار خودشان خریده است. فقط 1.5% آن را دولت مالکیت مهم عمومی اعلام کرده به شرکت داده است. زیجین ماینینگ سربیا در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی نوشت: هدف ما همیشه یک راه حل رضایت بخش برای همه طرف‌ها بود و خواهد ماند. وزارت حفظ محیط زیست سربستان و حکومت شهری بار به درخواست‌ها پاسخ ندادند. وزارت معدن ادعاها درباره بی اجازه فعالیت کردن زیجین را رد کرد. کان معدن اینجا را در سربستان اولین کان سبز نامیدند و زیجین میگوید تمام معیارهای زیست محیطی را اینجا رعایت میکند. در این سیاره هیچ گونه کان سبز وجود ندارد. من ضد پیشرفت نیستم. ضد پیشرفت دولت نیستم. من نه ضد حکومتم، نه مخالف شرکت چینی. من ضد زورگویی هستم، ضد قانونی هستم که دولت به نفع شرکت خارجی قبول کرده است.
شرکت زیجین 70% سهمیه‌های شرکت زرافشان تاجیکستان را سال 2007 خرید. اگرچه برای آلوده‌سازی محیط زیست بارها جریمه شده است، اما همچنان از حمایت سختی مقامات رسمی برخوردار است. حکومت تاجیکستان میگوید از حساب شرکت میلیون‌ها دلار مالیات میگیرد. مردم محل میگویند شرکت آب و هوا و زمین آنها را آلوده کرده است. پامیدور نقد نمیپزد، پوره نمیپزد. من هر سال بودرینگ میخوریدم، بودرینگ ابوزار نمیخریدم. من همین 3 سال میشد میکارم. همه قطعه بیرد کشیده خوش رو میشد، گل به میبیاد، گلش میریزد برا. شفتولی هم نمیشد. درخت شفتولی. از طرف سحر یک دودی غلیظ میبارد. دماغ سوزان کننده دیدم. بالا قشواق میگیرد تا وقت قشواق واقعشتون گفته گرد. تا هوا میرون. وقت شمال پیدا شد و دود نیست میشد. به ادعای ساکنان هنگام باران سیل آبی که از حوض پرتاب کان به رودخانه میریزد آن را زهرآگین میکند و ماهی ها را میکشد. ساکنان ده میگویند ماموران امنیتی به آنها تهدید کردند که شرکت را تنقید نکنند، اگرچه این شرکت به وعده های خود برای تعمیر راه، بنیاد شفاخانه و تامین آب پاک وفا نکرده است. ماشین وزمین ما راه ریمو میکنیم، 2 هفته با هم حالت اول میشد. اگر یک بارون گرفت که 3 روز میره تمام. با هم حالت اول میشه. گروه زنان بیزار شده از آلودگی سال 2023 برای شکایت به مرکز پنجاکент رفتند. به جای شنیدن شکایتشان ماموران میلیسا آنها را دستگیر کرده و آگهی دادند. وقتی که درون وای بردن گفتن شما را 15 سوتک پادوال به میشنانیم. ما چی گناه کردیم؟ گناه ما را گفته بعد ما را جزا دید. نه گفتن ما را مسخره گفتند. گپای پست و بلند زدم ما را. وقتی که ما در درون همون داخلی خودم شخصا بیهوش شدم، این با آب نتید، خاک تید گفته دوغ زدین. بسیاری از ساکنان دهه که به ذکر نام هم با رادیو آزادی صحبت کردند حالا از مقامات میترسند و نگران آینده فرزندانشان هستند. شرکت زیجین میگوید تمام قاعده های حفظ محیط زیست را رعایت میکند و تا 20 سال دیگر اینجا حق استخراج دارد. با وسیع‌تر شدن دامنه فعالیت زیجین، ساکنان درمانده زیر گرد و غبار آن برای آینده خود مبارزه میبرند.